تو قطار نشسته بود با نامزدش. به جان خودم دیگه دوره نامزدیه دیگه، چون که سعدی میگه افتد و دانی. خب اینا تو کوپه قطار نشسته بودن. تو کوپه هم دیدید که آدما کاری ندارن برای انجام دادن، ظلم میزنن به هم دیگه. خب این بدبختم نامزد نه حرف عاشقانه‌ای میتونستن بزنن نه نامزد بازی، هیچ. دید هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به نامزدش گفت عزیزم، گفت جانم، گفت الان قطار وارد تونل میشه. گفت قطار که رفت تو تونل، من به تو میگم یه نون به من بده، تو به جاش یه بوس به من بده. گفت باشه. قطار رفت تو تونل و این گفت عزیزم یه نون بده، اون یه بوسه داد. عزیزم یه نون بده، یه بوسه داد. ادامه پیدا کرد. قطار از تونل اومد بیرون. گفت عزیزم تو به من چند تا نون دادی؟ گفت 6 تا. گفت ولی من 2 تا بیشتر نگرفتم. یه پیرمرد پشت سرش بود گفت والا ما دیدیم نونوایی خلوت 4 تا ما گرفتیم.